برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی. سلام بیننده عزیز. امروز 6 ینور است. در برنامه آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان پیشنهاد می شوند. نگاه به سرخط خبرهای برنامه. راههای از برف سفید و مشکل روا. رانندگان تاجیک میگویند جاده ها سری وقت تازه نمی شوند. вообще کارگر دیو نیستند. امیره نیست. این ماشینا شافیرا عذاب کشیده. چند تا ماشین چپاشید. دونالد ترامپ برنامه افزایش تولید انرژی سبز را که جو بایدن قبول کرده بود قلابی دانسته وعده داده است که آن را بیکار میکند. ما خیلی زود استقلال انرژتیکی را به دست میاریم و کارهای پرمکنی چاه‌های نو را انجام خواهیم داد. شرکت اپل را در امریکا برای گوش کردن مشتری‌ها عیبدار و 95 میلیون دلار جریمه کردند. برنامه را از برفباری یک هفته اخیر در تاجیکستان و مشکل حرکت در راه‌ها آغاز می‌کنیم. رانندگان با شکایت از فعالیت اداره راه می‌گویند جاده‌ها سری وقت تازه نمی‌شوند. مسئولین برعکس رانندگان را عیبدار می‌کنند که بی آمادگی به راه برآمدند. ادامه موضوع در گزارش مولا رجب یوسفی از شهر دوشنبه. عذاب راننده در منطقه کلما راهش یگانه راه از شهر دوشنبه به ولایت مختار کوهستان بدخشان که تا مرز چین می رسد. رانندگان می گویند اینجا منطقه بین شهر خاروغ و ناحیه شغنان است. یگان آدم کار نمیکنه. هم مرم شوفر خصوص است. اینجا هم راه دوشنبه قلمه است. دو ماشین بارکش شام 4 ینور به دریا افتیدند. کسی به هلاکت نرسیده است. راننده ها سبب را چنین می‌بینند. وقتی که راه کار میکردن خیلی حالت نمیشه. اما نمایندگان اداره راه بدخشان این شکایت راننده ها را رد می‌کنند. رئیس این نهاد خود راننده ها را عیبدار کرد که بدون آمادگی ضروری به راه می‌برایند. اگر خیلی 2 روز پای در پای قریب 3 روز برف سخت با شدت در بدخشان در ولایت بارید، لیکن روسوزان سر وقت همون رو را توزیع کردند. با در همین روی بین المللی خاروغ کلما در اینجا 2 ترما فرو اومدن. ترما رو با چی کردن توزیع کردیم. یکو مشکلات نبود. مواد ضد لرزش در همه موضعهای خطرناک پوشیده شد، لیکن خیلی بعضی شوفرها ما خیلی شوفرها هم احترامونه خواهش کردیم، گفتیم که همین به زنجیر به ذخیره سوزش سمت همین روی بین المللی طرف کرما حرکت نکنم، برای که او بسیار خنک است، سرد است، پرابلم در مشکلات در روی بسیار پیدا میشه، لیکن راه توزیع است، گشوده است. در 2 روز اخیر حرکت تنها در راه بدخشان مشکل نشده است. در دیگر راه‌های کشور نیز احوال همین است، از جمله در اینجا راه به سمت کولاب. اینا کارگرای دیو نیستن، خوک نزدگیان. اینجا вообще دیو خوات نه تکنیکای در اینجا قمار ریختیان، قمار یخ کدگیان. вообще کارگرای دیو نیستن، در امیره نیستن. اینا ماشینا شافیرا عذاب کشیده. چند تا ماشین چپاشید. نیست تکنیکا نیست. اینا شافیرا هم مشت کم زدستن. تاجیکستان که راه‌های اساسیش در منطقه‌های کوهی جایگیر شدند، تقریباً هر زمستان به همین احوال روبرو است. با وجود آنکه مقامات از آمادگی به زمستان گزارش می‌دهند، اما شکایت راننده‌ها از مشکل شدن حرکت در راه‌ها در موسم سرما کم نمی‌شود. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه. ادامه برنامه با گزارشی از امریکا. پرزیدنت ایالات متحده امریکا دونالد ترامپ وعده داده است یک ایده قانون و فرمانهای مأموریتی بایدن را که با هدف مبارزه با تغییریابی اقلیم قبول شده بودند از اعتبار ساقط خواهد کرد. او اصرار می‌ورزد که اقتصاد امریکا را از حساب استخراج و کارکرد نفتی بیشتر رشد خواهند داد. گزارش صدای امریکا در این باره از شهلای گلخوجه. دونالد ترامپ در معرکه پیش از انتخاباتیش افزایش استخراج نفت در آمریکا را تبلیغ می‌کرد.
ما خیلی زود استقلال انرژتیکی را به دست می‌آوریم و کارهای پرمکنی چاه‌های نو را انجام خواهیم داد. ماموریت جو بایدن برای تشکیل شبکه ملی پایگاه‌های نیرودهی ماشین‌های برقی سرمایه‌گذاری نموده. در کنگره همراه دموکرات‌ها جهت ایجاد یک برنامه ملی خدمت‌رسانی تغییریابی اقلیم که آن را بایدن عهدنامه نوی سبز می‌نامید کار می‌برد. ترامپ میگوید این یک قلابی نوی سبز است که با آن در برابر امتیازها با ماشین‌های برقی و معیارهای سخت‌تر کردن پرتاب‌ها برای محرک‌های بنزین را خاتمه می‌دهد. در دوره اول پرزیدنتیش ترامپ از سازش بین‌المللی اقلیم خارج شد. سازشنامه پاریس درباره اقلیم تنها یک نمونه آخرین به دست آوردن سازش واشنگتن است که ایالات متحده را در حالت ناگوار قرار می‌دهد. جانبداران ترامپ در کنگره میگویند تعهد دوم او در مورد نفت و گاز طبیعی به تولید کنندگان آمریکایی امکان میدهد که بدون محدودیت‌های سازش‌های اقلیمی از افزایش نیاز جهانی انرژی بهره برند. تحلیلگر مسائل انرژی زرا احمد گفت که این تغییرات نظر به 10 سال پیش تأثیر کمتر خواهد داشت. پرزیدنت صلاحیت وسیع دارد که قاعده‌های پیشنهاد شده و موجوده را توسط روند تنظیم از جمله پرتاب‌های متن از نیروگاه‌های برقی یا پرتاب‌های ماشین‌ها برگرداند. با وجود این در عین زمان استعمال کنندگان می‌توانند ماشینی را که پرتاب‌های کم دارد خریداری نمایند. ایالات آمریکایی می‌توانند مثل کالیفرنیا قاعده‌های خود را عاید به پرتاب‌ها قبول کنند. مشاور ملی آمریکا عاید به اقلیم علی زیدی میگوید ماموریت نو سبب‌های زیادی دارد که با انرژی برقرار شونده مشغول گردد. اکثریت کارخانه‌هایی که اکومولیاتر می‌برند در ایالت‌های ساخته شدند که حاکمانشان جمهوری خواهان هستند و آنها نمی‌خواهند که این کارخانه‌ها از اقتصادیات آنها جدا شده کارگرانشان از کار آزاد گردند. تحلیلگران ساحه برینند که تلاش ترامپ درباره تنظیم تجارت آمریکایی می‌تواند در نهایت به صنعت انرژی تجدید شونده توسط سرعت بخشیدن به اجازه برای خطای نو انتقال کمک رساند. وزارت دفاع روسیه روز 6 ینور ادعا کرد که شهر کوراخوا را در ولایت دونتسک اوکراین پورا زیر نظارت گرفت. مقامات روسیه آن را منطقه بزرگ اهالی نشین در قسمت جنوب و غربی دونباس نامیدند. تا آغاز جنگ بی‌دلیل روسیه در اوکراین در کوراخوا تقریباً 19,000 کس میزیست. طرح دیپ استیت از اوکراین اعتراف کرده است که اکثر گوشه‌های کوراخوا تحت نظارت روسیه است. نظامیان اوکراین از دست دادن کوراخوا را رسما تصدیق نکردند. در همین حال ارتش اوکراین حمله به ولایت کورسک روسیه را توسعه بخشیده است. به قول کارشناسان اشغال خاک روسیه امکان می‌دهد که توجه مسکو از حمله دیده به حمایت از قلمروش جلب شود. همچنان به گفته آنها پیشرفت در کورسک موقع اوکراین را در مذاکرات احتمالی ختم جنگ تحکیم می‌بخشد. طبق گزارش‌های رسیده عملیات اوکراین در کورسک 5 ینور آغاز یافته و حالا ارتش این کشور تشبث تاکتیکی را در اختیار دارد. مقیاس عملیات و دستاورد احتمالی آن واضح نیست، ولی کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن به آن اشاره کرده است که حضور سربازان اوکراینی در کورسک موقع اوکراین را در مذاکرات صلح مسکو و کیف تقویت می‌بخشد. شهروندان کشورهای آسیای مرکزی که در جنگ اوکراین اشتراک کردند بازداشت می شوند. کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به شهروندانش هشدار داده بود که در جنگ اوکراین از هیچ طرف اشتراک نکنند. در ازبکستان یک مردی که از طرف روسیه در این جنگ اشتراک کرده بود بازداشت و زندانی شده است. شرحی بیشتر از همکارم کیومرثی عطا. دادگاه ازبکستان یک شهروند این کشور را برای شرکت در جنگ اوکراین از طرف روسیه 4 سال و 2 ماه زندانی کرده است. حکم ماه سپتامبر سال 2024 صادر ولی نو رسانه‌ای شد. قانون‌های ازبکستان شامل ارتش کشوری دیگر شدن شهروندانش را منع می‌کند. این شهروند ازبکستان که نامش را رسانه‌ای نکردند 39 سال داشته است. رسانه‌های محلی نوشتند که او در اول سال 2023 برای کار بر روسیه رفته آنجا با سازمان مزدوری واگنر قرارداد بست. طبق قرارداد او باید هر ماه 450,000 روبل دریافت میکرد ولی تنها 2 ماه 150,000 روبل گرفته دیگر به او مبلغ ندادند.
رسانه‌ها نوشتند که او در بخموت و شختیار اوکراین علیه نیروهای این کشور جنگیده. به اقرار خودش بیش از 10 سرباز را کشته است. او در آخر سال 2023 به ازبکستان برگشته به قول دادگاه خود را اختیاراً به مقامات تسلیم کرده است. دادگاه این را به نظر گرفته به او حکم کمتر داده است. کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان از شهروندانشان خواسته بودند که در جنگ اوکراین از هیچ طرف اشتراک نکنند که به جوابگری کشیده می شوند. تا کنون در تاجیکستان خبری به جوابگری کشیده شدن کسی برای جنگ در اوکراین رسانه‌ای نشده است، ولی در قرقیزستان و ازبکستان چند نفر بازداشت و زندانی شدند. شرکت ده‌ها تاجیکستانی در جنگ اوکراین رسانه‌ای شده است. از حضور آنها در جنگ اوکراین زمان خبر نشر می شود که جسد آنها به وطن انتقال می یابد. روسیه در ماه فوریه سال 2022 به دلیل به اوکراین حمله کرد. در این جنگ از دو طرف بیش از 1 میلیون نفر کشته و زخمی شده، میلیون ها نفر دیگر آواره گشتند. دادگاه در ایالت کالیفرنیای آمریکا شرکت اپل را وظیفه‌دار کرد که به صدها نفر 95 میلیون دلار جبران پولی دهد. شرکت با آن ایبدار می شود که از طریق برنامه سیری مشتریان را گوش می کرده است. محاکمه شکایت مشتری ها که از محصولات شرکت اپل به مثل آیفون و دیگرها استفاده می کنند 5 سال دوام کرد. جزئیات حکم دادگاه آمریکا را از همکارم خیرامان بقازاده می شنویم. Hey Siri, what's my update? شرکت اپل به مشتریانش 95 میلیون دلار جریمه پرداخت میکند چون یاوری صدای سیری آن را در جاسوسی یا خبرکشی علیه کاربران گناهگار کردند. حکم روز 2 ینور در دادگاه اوکلند کالیفرنیا صادر شد. کاربران آیفون گفتند بعد تصادفاً به کار بردن سیری همه صحبت‌های آنها ثبت شده است چون تنها بلند گفتن عباره هی سیری کافی است که برنامه فعال شود. در عریضه شکایتی گروهی گفته می شود که ثبت گفته‌های آنها به نفران سیوم فرستاده شده است. 2 نفرشان مثلا گفتند که بعد اشتباهی فعال شدن سیری و در صحبت یاد شدن اسم شرکت پایافزال فروشی ایر جوردن سنیکرز از این شرکت تبلیغات بیهوده دریافت کردند. دیگری نوشته است که بعد صحبت با دکتر به تلفنش درباره عملیات جراحی پیشنهادهای تبلیغاتی گرفته است. اپل باید به هر یک شکایت کننده‌اش که دارای آیفون، اپل واچ و دیگر دستگاه‌های صدایی می باشد 20 دلاری جریمه پرداخت کند. خود شرکت گفته است کاری بده نکرده است و از شرح قضیه هم خودداری نمود. 95 میلیون دلار برابر با درآمد 9 ساعته شرکت اپل بوده است و سال 2024 درآمد خالص آن 94 میلیارد دلار را تشکیل داد. حالا عین چنین عریضه شکایتی علیه یاوری صدایی شرکت گوگل هم در یک دادگاه کالیفرنیا بررسی می شود. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان گفت که روز 6 ینور در حدود جمهوری 2 زمین لرزه ثبت شد. زمین لرزه اول ساعتی 9:32 رخ داده است. مرکزش 56 کیلومتری جنوب و شرق خاروق و در حدود افغانستان. خدمات گیوفیزیکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان شدت زمین لرزه را در مرکز آن 3 درجه و در شهر خاروق و ناحیه اشکاشیم 2 درجه نامید. زمین لرزه دوم ساعت 12:17 در 68 کیلومتری جنوب شرق ناحیه شهر توزی ولایت ختلان روی داده است. شدت این زمین لرزه در مرکزش 3 درجه و در ناحیه شهر توز 2 درجه ارزیابی شد. تاجیکستان در یکی از منطقه‌های زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر است. هر سال در کشور صدها زمین لرزه ثبت شده، در نتیجه آن بعضی از منازل ساکنان ویران می‌شود. بر اثر زمین لرزه ماه مارس سال 2023 صدها کس در تاجیکستان ضرر دیدند. و سپاس که ما را همراهی نمودید. بیشتر خبرهای ما را در سامانه آزادی آرگ و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام و تیک تاک و ایکس پیگیری کنید. خدا نگهدار.